برادری پرسیدن وقتی که منی در کاله انسان اصابت می کند چند مرتبه بشوید که کاله انسان نمازی شود؟ 1 مرتبه، 2 مرتبه؟ برادری محترم، اولا در مورد منی باید گفته شود که منی را بعضی علما پاک میگویند و بعضی علما نجس. مقصد از پاک گفتن علما به این معنا نیست که منی خورده شود. بعضی اعتراض میکنن خیلی وقتی که پاک بوده باشه چرا نمیخوری؟ یعنی سوالی بیجا است. چرا هر پاک خورده نمیشه؟ خاک پاک است، کسی میخوره پاکه؟ خاکه. آب صابون پاک است، کسی آب صابون نمیخوره؟ مینوشه. یا این که آنچه که فضلیاتی که از بدن انسان، عرق، آب بینی، آب دهن، همه از اینها پاک است. اگر از بدن انسان بیرون شود کسی را می نوشه، می خوره؟ امکان نداره. یا این که درخت، برگ درخت و غیره اینها همه پاک هستند، لیکن خورده نمیشه. بعضی از انواع برگ درخت ها خورده میشه و همچنان علفی که در زمین است. یعنی هر پاک مطلب نداره که هر پاک باید خورده شود. پاک به این مطلب است که اگر در کاله اصابت کند، اگر در کاله برسد، با اون انسان نماز بخواند، نمازش می شود. این مقصد دارد. و کسایی که میگن نجس است، یعنی اگر در کاله اصابت کنه نماز با او درست نیست. این مقصد دارد. به هر صورتی منی اگر در کاله انسان اصابت میکند، انسان 1 مرتبه یا 2 مرتبه میشوید و این شستن برای عزیز که بوی منی از بین برود و امو شکلی که اگر کسی دیگری او را ببینه بد معلوم میشه. قسمی که آب بینی در کاله انسان باشه، اگر کسی ببینه بد معلوم میشه، انسان او را میشویه، پاک میکنه. و می قسم منی است. منی از کاله انسان پاک کرده شود و دور کرده شود تا اینکه هیئت انسان برای دیگرها بد معلوم نشود. اگر 1 مرتبه هم بشویی کفایت میکنه، 2 مرتبه هم بشویی کفایت میکنه، امو بو و امو شکلی از او از بین برود، کفایت میکنه. و حتی اگر منی خشک بوده باشه، انسان با ناخون او را بتراشد و از بین ببره، او هم کفایت میکنه. چون عایشه رضی الله عنها میفرماید كنت افرکه من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرکا فیصلی فیه. منی را از کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم با ناخونم میتراشیدم و رسول الله صلی الله علیه وسلم در امو کالا نماز میخواندن. و با ناخون تراشیدن، و وقتی که انسان با ناخون میتراشه، در شکی نیست که امو سفیدی از او و امو داغی از او از بین میره، لکن اثرش باقی میمانه. پس به این معنا که یعنی منی نجیسی نیست که در کاله انسان اگر اصابت کنه با او نماز خوانده نشود. و همچنان در روایت دیگری عایشه رضی الله عنها میفرماید که من کالای رسول الله صلی الله علیه وسلم میشوشتم، کالایی که او اثری از جنابت بود، یعنی منی در او اصابت کرده بود و اثری غسل در او موجود بود، یعنی اثری از امو منی هم در او وجود داشت. پس رسول الله صلی الله علیه وسلم در او کالا نماز میخواندن. از این احادیث معلوم میشه که منی پلید نیست، پاک است و شستنش به قصد عزیز که امی کاله انسان بد معلوم نشوه، مظهر انسان بد معلوم نشوه و امی بوی ازی دیگرها را اذیت نرسانه. قسمی که انسان آب بینی خود پاک میکنه، آب چشم خود پاک میکنه تا اینکه به دیگرها بد معلوم نشوه، دیگرها از این نفرت نگیرن. مقصد از شستن منی همین مقصد داره. و الا منی اگر در کالا اثرش بوده باشه کدام باقی نداره که انسان با او کالا نماز بخونه. و همچنان مزی. و درباره مزی که آبی که انسان با همسرش شوخی میکند کم کم بیرون میشه به شوق، اگر بالای ازی فقط آب پاش بدهد کفایت میکنه. و حدیث علی رضی الله عنه
در این باب واضح است و همچنان اگر میشوید هم بهتر است تا اینکه امو بدبویی از او اثری از او را دور بسازد. اگر با آب، پاشیدن آب هم اکتفا کند درست است.